سلام، وقتتون بخیر. در مجموعه عملیات به مجاز لیکفان هست. بالاخره بعد از 5 سال انتظار امروز با معرفی اولین و احتمالاً جذاب‌ترین خودروی وارداتی غیر چینی در کوش خودرو لیکفان شیراز در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدا ببینیم که سلتوس به چه معناست. سلتوس نام پسر هرکول در اساطیر یونان بوده که این اسم الهام گرفته از اونجاست و در واقع نشانگر روح شجاع و قاطع است. بریم امکانات خودرو رو با هم مرور کنیم. در نمای بیرونی یک خودرو با طراحی زیبا و با اصالت می‌بینیم. طراحی چراغ‌های جلو و جلو پنجره مرسوم کیا که به تایگر نوز یا دماغه ببر معروف هست، هارمونی مناسبی را ایجاد کرده و در قسمت عقب هم طراحی چراغ‌ها زیبا و متناسب با خودرو هستش. وقتی وارد خودرو میشیم با یه طراحی با اصالت مواجه میشیم و چیزی که کاملا مشهوده کیفیت متریال داخل کابین هستش. با اینکه از پلاستیک فوش روی درها و روی داشبورد استفاده شده ولی مشخص است که کاملا با کیفیته. خلاصش این که بوی خودروی چینی نمیده. روی صندلی‌ها پارچه‌ای هست ولی کیفیت و دفت بسیار خوبی داره و صندلی‌ها به صورت دستی هم تنظیم میشن. فرمان دیکات برقی که در تمامی خودروهای جدید کیا تقریباً به همین شکل هست و تنظیمات کروز کنترل و سیستم صوتی هم از روی هم انجام میشه. در کل حس خوبی رو به راننده القا میکنه. در اینجا هم یه صفحه نمایش 8 اینچی مجهز به اتو کارپلی داریم که سیستم صوتی و دوربین دنده عقب از اینجا تنظیم میشن. اینم بگم سیستم صوتیش رو امتحان کردیم با 6 تا اسپیکر، واقعا غافلگیر شدیم، فراتر از حد انتظارمون بود. در قسمت پنل وسط هم مودهای رانندگی رو داریم که 3 تا مود رو به ما میده. در نهایت خوشحالیم که میتونیم پس از سالها خودروی خوب و با کیفیتی مثل کیا سلتوس رو به شما عرضه کنیم. به زودی از طریق همین پیج در خصوص شرایط فروش این خودرو و سایر محصولات کوشا خودرو اطلاع رسانی خواهیم کرد. ممنون که با ما همراه بودین. با معرفی محصولات جدید در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.